آموزش ندارتی کردن وسایل در ماینکرافت. شما باید اول وسایل دایمندی بسازید و حالا بیاید ندر با TNT تخت و اینجور چیزا اینجا رو بتره کنید. اگر تو سرور نیستید میتونید از ایکس-ری استفاده کنید که خیلی راحت تر گیر بیارید. حالا اینا رو میکنیم میبریم اوورورلد. خب حالا وقتی از ندر آمدید باید انشنت دبریج هاتون رو بذارید تو فرنیس که بپزه و حالا به شما ندر رایت اسکرپ میده که دوستان شما باید اول اینا رو داشته باشید، اینا رو دوپلیکیت کنید هی اینطوری. بدون اینا نمیتونید شما وسایلتون رو ندرایتی کنید. حالا وقتی اینا رو گرفتید از فرنیس شما میتونید وسایلتون رو اینجا بذارید، این هم اینجا بذارید. البته ریشه اول باید بسازیدش اینجا ندرایتو اینطوری باید بسازید. حالا میرید اینجا ندرایتو میذارید، ندرایت آپگرید رو میذارید، شمشیر هر چیزی که دوست دارید رو میذارید و اینطوری شما وسایلتون رو ندرایتی میکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد. خداحافظ، بای بای.